مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار همسر سابق از جانب شوهر سابق خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، در نتیجه برگزاری چهاربینی فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن نویه رودکی با گمان سوءقصد آدمکشی دستگیر کرده شد. خود این مرد برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه میلیسیا او شام 29 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه در حدود نویه شامنصور شهر دوشنبه با سابق همسرش زن 36 ساله ساکن نویه مذکور واخورده از احتیاط افباشی با مقصد قصداً از حیات محروم نمودن همسر سابقش از داخل ماشین یک کارد را در جیبش گذاشته به نزد سابق همسرش آمده است و با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتاً مهم قفس سینه‌اش زیاده از 10 مرتبه ضربه زده است و از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب چنین رفتار تند شوهر سابق نسبت به همسر سابقش گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن رودکی بر اساس ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قصداً و با بیرحمی مخصوص رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسد. کشتار همسران در اکثر موردها در زمینه رشک صورت میگیرد. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نامیبرند.